میگه عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزت هر که بیرونی بود. یه وقتایی توی یه سری از مراحل اساتید معنوی شاگرداشون رو امتحان میکنن، یه وقتایی حکم بهت میدن برو، حالا از جلوی چشمم دور شو، اونجا چشمه جواب فقط چشم. یه وقتی میگن بیا، اونجا جواب فقط چشمه. اگر ما به کسی میگیم استاد، پس بنابراین لازمه منطقیش اینه که ما شاگرد اون باشیم، پس بنابراین انقلت نمیاره آدم در محضر استادش. و یه وقتایی میگن برو، یه وقتایی میروننت که بخوننت، میگن برو که ببینن چه جوری میری، اخم میکنی بعدت میاد که بخونن. یه وقتایی هم میخوننت، مثلا تو شهر دوری، تو یه کشور دیگه، تو بندرعباس شهر دوری، میگن بیا اینجا کارت داریم، میخوننت که بروننت، میخوننت که بعد میگن دیگه برو دیگه، برنگرد پشت سرت هم نبین دیگه، اصلا نمیخوام ببینم. حواسا جمع، حواسمون باشه که درست شاگردی که اگر که به کسی میگیم استاد، اگر که واقعا در طریقی، در راهی، حتی ورزشه که میره کلاس ژیمناستیک، یه کسی میره نمیدونم کلاس ورزش، میره باشگاه، اگر که استادی داره، کسی مربی داره، به حرف مربی باید گوش داد. قبل از انتخاب مربی دقت کنین، ولی وقتی انتخاب کردیم کلمه تو فلیت القصال، یعنی مثل مرده در دست مرد یا زن قصال، دیگه باید خودمون رو در اختیار قرار بدیم و شاگردی کنیم، چون امتحان میشیم اینطوری خراب میکنیم.